فاصله را رعایت کنید. از هر 10 تصادف 4 مورد در اثر برخورد از عقب است که خود ناشی از عدم رعایت فاصله مناسب با خودروی جلویی است. در نفتکش‌ها به علت حساسیت باری که حمل می‌کنند باید مراقب خودروهایی که از پشت سر آنها نزدیک حرکت می‌کنند نیز باشند. در صورت مواجه شدن با چنین حالتی به آرامی از سرعت خود بکاهید و با روشن کردن چراغ راهنما آرام از جاده خارج شوید تا خودروی پشت سری از شما بگذرد. در نظر داشته باشید که حفظ فاصله جانبی نیز همانند فواصل جلو و عقب برای داشتن راه فرار در مواقع ضروری مهم است.